درس بعدی این فصل الگوها هستن بچه‌ها. الگوها یک مبحث خیلی خیلی جذاب و قشنگیه. بذار اینجوری بگم، ما یه سری شکل داریم. نگاه کن، مربع، مثلث، دایره. مربع، مثلث، شما میگی دایره. ببین من یه سری شکل رو پشت سر هم منظم آوردم، یه جوری که شما بتونی پیش بینیش کنی. پس الگو یعنی یک سری شکل که قابل پیش بینی باشه و منظم باشه. حالا بچه‌ها من همین ها رو به صورت عدد میگم. بازم یه سری عدد منظم و قابل پیش بینی. نگاه 2 4 6 8 10، شما میگی 12. پس بچه‌ها یک سری عدد پشت سر همه منظم و قابل پیش بینی. بحث دنباله هاست. اینها میتونن بهشون بگیم الگو و دنباله. گاهی اوقات الگو رو به عددها هم میگن که فرقی نداره، ولی کلا الگو یه سری شکل‌های منظم و دنباله یک سری اعداد منظمه. سر و کار امروز ما، سر و کار این قسمت ما با الگوها هستن. اول بریم الگو رو بشناسیم. ما اینجا فهمیدیم که یک سری شکل‌های منظم و قابل پیش بینی. اول بریم الگو رو بشناسیم، یه سری سوالای خیلی ساده یاد بگیریم و بعد بریم انواع الگوهای مختلف رو ببینیم که شامل بازگشتی‌ها و جمله عمومی هستن. بعد از اون درس ما میره سراغ الگوهای معروف. ببین نقشه راه منه، چیزایی که قراره به شما توی این بخش درس بدم. بعد از اتمام الگو میریم سراغ دنباله ها. دنباله ها دو مدل خیلی معروفی دارن، مثل حسابی و هندسی. حالا و بعد میریم سراغ دنباله ها. فقط چیزی که در مورد دنباله ها میخوام بهت بگم یه مورده. بچه‌ها شما فرض کن داری مثلا y مساوی رادیکال x. ما میدونیم این یه تابع رادیکالیه دیگه، درسته؟ حالا من اگر y رو بنویسم n x رو بنویسم n، به این میگیم یک دنباله. بچه ها دنباله ها رو با نماد in نشون میدیم که ورودیشون به جای x شده n. فرقی نداره، تنها فرقی که داره بچه ها اینجا x ها شما شرط دامنه رو داری، میگفتی x ها بزرگتر مساوی 0. زیر رادیکال باید مثبت باشه، منفی نباشه یا صفر باشه. توی دنباله ها این ان هایی که بهشون میدیم یعنی ورودی هاشون، یعنی اون عدد هایی که بهشون میدم 1 2 3 4. چرا؟ چون ما شکل اول داریم، شکل دوم یادته مربع مثلث دایره. مربع شکل اول منه، مثلث شکل دوم منه، دایره شکل سوم منه. ما دیگه شکل یکمین نداریم، شکل 1/2 نداریم بچه. به خاطر همین ما میگیم دنباله ها ورودی هاشون اعداد طبیعی هستن، ولی خروجی هاشون هر عددی میتوانند باشند. یعنی عدد اول، عدد دوم، عدد سوم. ببین اینجا من عدد اول رو به این بدم جوابش میشه رادیکال 1 طبیعی شد. من میگم عدد دوم، شماره دوم، جمله دوم 2 بدم بهش میشه رادیکال 2. عدد گنگ شد، عدد طبیعی دیگه نشد. پس خروجی میتونه هر چیزی باشه، مثل طبیعی یا گنگ، اما ورودی که من بهش میدم فقط میتونه طبیعی باشه. این تنها شرطی که توی دنباله ها ما الگوها و دنباله ها داریم. حالا گفتیم الگو میتونه هم شکل باشه هم عدد، مثل این بنده خدایی که اینجا میبینید. بچه ها اگه دقت کنی یه دونه نقطه داری، یه مثلث با قاعده 2 داری، یه مثلث داری با قاعده 3 که 6 تا، یه مثلث با قاعده 4 داری که مجموعاً 10 تا. حالا شما اینو میگی الگو. خود این الگوی مثلثی که ما بعداً توی قسمت معروفاتمون میگیم بچه چیان. ما این الگوی مثلثی رو میتونیم به صورت عدد هم نشون بدیم بچه های من. یعنی بگم 1، بگم 3، بگم 6، بگم 10. نگاه کن معنی الگو پس میتونه به صورت شکل هم بیان بشه، میتونه به صورت عدد هم بیان بشه، ولی مهم اینه منظم باشه، قابل پیش بینی باشه. توکلی چجوری قابل پیش بینیه؟ یه لحظه نگاه کن بچه، 1 و 3 چه اتفاق براش افتاده؟ 1 شده 3، 2 تا بهش اضافه شده. چه اتفاقی افتاده؟ 3 شده 6. خب 3 تا بهش اضافه شده. چی شده؟ 4 تا اضافه شده. اینجا 5 تا اضافه شده، اینجا 6 تا اضافه شده. پس تو میگی من 7 تا اضافه میکنم توکلی، میشه 28 تا. ببین قابل پیش بینی بودن یعنی همین.
حالا یه سری فرمول هایی داره، یه سری اتفاقاتی میفته که ما توی بخش های بعدی با هم بررسی میکنیم. ولی قبل از اون لازمه که بریم مفهوم دنباله و اینکه الگو رو بتونیم تشخیص بدیم، بتونیم پیش بینی کنیم، این برای ما فعلا مهمه. مثل میگه توی این دنباله جمله بعدیش چیه؟ بچهای من دارم میبینم ایشون 2 و 2. خب اتفاقی نیفتاده نه؟ 2 شده 2. باش بچه ها، اینجا 2 من شده 4، یعنی 2 تا اضافه شده. به اینم 2 تا اضافه شده، بعد یهو 4 تا اضافه شده. نه نشد. یه جورایی جور در نیومد. نه یه بار دیگه سعی کنم یه ارتباطی بفهمم بین اینا. بچه ها اگه دقت کنی 2 با 2 شده 4، بعد 2 با 4 شده بعدی، بعد 4 با 6 شده 10، پس بعدیش میشه 6 و 10 16. بعضیاتون بلدید این دنباله فیبوناچی که ضرب در 2 شده. حالا دنباله فیبوناچی که بعضی از بچهای گل من نمیدونن، من تو بخشای بعدی قشنگ براتون توضیح میدم. اوکیه؟ پس بذار فقط فعلا بریم نظمشون رو ببینیم، قابل پیش بینی بودنشون رو تشخیص بدیم. فقط همین، صرفا همین. توی این دنباله میگه جمله بعدی من چند تاست. بچه‌ها اینجا اگه دقت بکنی 3 تا اضافه شده. من میبینم اینجا 6 تا اضافه شده. من میبینم 11 با 12 جمع شده 23. ببین یه بار 3 تا اضافه شد، یه بار 6 تا اضافه شد، یه بار 12 تا. پس بچه‌ها این هر بار داره 2 برابر بهش اضافه میشه نه؟ پس من میگم اگر میخوای بعدی رو بنویسی باید 2 برابر 12 یعنی 24 تا اضافه کنی به 23 که با هم میشن 47. قابل پیش بینی بودن رو درک کردی؟ آها. حالا میگه توی این دنباله من اینجا میبینم یه دونه، من اینجا میبینم یه دونه، اینجا میبینم 2 تا. یه دونه 2 تا. بعدی هم چک کنم ببینم چه اتفاقی میفته. یه دونه 2 تا. آها 1 1 2 1 1 2 1 1. پس اینجا یه دونه اضافه میشه دیگه. 1 1 2 1 1 2 1. 9 من با 1 میشه 10 تا. خیلی خوب. اینم از قابل پیش بینی بودن مبحث ما. خب اما بحث الگو هست بچه‌ها. بحث الگوی ما شامل 3 بخشه. یعنی چی؟ یعنی ما الگوهای بازگشتی یا همون دنباله‌های بازگشتی رو می‌خوایم بررسی کنیم. در ادامه جمله عمومی و اینکه چه تفاوتی بین دنباله‌های بازگشتی، الگوهای بازگشتی و جمله عمومی برای هر دنباله وجود داره. و در ادامه یک قسمت معروفاتی داریم که اینجا معروف ترین دنباله ها مثل فیبوناچی، مثل مربعی و مثل مثلثی که ما سالهای گذشته باشون آشنا شده بودیم و یک بار دیگه مطرح میکنیم. اما مهمترین اینها درجه 2 که اصل داستان ما اینجاست. بچه‌ها یه چیزی بگم داخل پارانتز، ما در مورد جمله عمومی اصل داستان ما سر دنباله های حسابی و هندسی هست که بعدتر بررسی میکنیم. فعلا فقط یک معرفی خیلی کلی و نشون دادن تفاوت های بین این دوتاست. خب برای شروع بریم سراغ دنباله های بازگشتی. توی دنباله بازگشتی شما 2 تا نماد رو میبینید بچه ها. یکی آی n، یکی آی n منهای 1. یعنی مثلا اگر من n رو بگم 5 باشه، آیه 5 و آیه 5 منهای 1 آیه 4. من اگر n رو بدم 10 توکلی، این میشه آیه 10، این یکی میشه آیه 9. مثلا بیا من بهش بدم آیه 2، پس این میشه ببخشید n مساوی 2 بدم، این میشه آیه 2، این میشه 2 منهای 1 یعنی آیه 1. چی گرفتیم؟ چیزی که متوجه شدیم اینه اینجا ما ارتباط بین هر دو جمله متوالد رو داریم بچه‌ها. به خاطر همین بهش میگیم بازگشتی. یعنی باز میگردد نگاه میکند قبلیش چی بودی که بتونه بعدیه رو بنویسه، دور قبلی رو نگاه میکنه که بتونه بعدیه رو بنویسه. بازگشتی یعنی همین بچه‌ها، باز میگردد نگاه میکند بتونه تشخیص بده بعدیه چیه. یه مثال ببینیم واضح‌تر بشه برامون. من دنباله دارم که با 3 شروع شده. ببین اینجا 3 من شده 5 یعنی 2 تا بهش اضافه شده، 5 من شده 7، 7 من شده 9. هر بار 2 تا به قبلیه اضافه شده. پس ببین ایشون جمله اول، ایشون دومی، ایشون سومی، ایشون چهارمی. من اگر جمله پنجم رو بخوام بنویسم باید بازگردم نگاه کنم قبلیه چی بوده؟ 9 بوده. حالا الگو 2 تا بهش اضافه میشه، میشه 11. همین.
من اگر بخوام جمله ششم رو به دست بیارم باید بازگردم نگاه کنم قبلی چی بوده. جمله پنجم من 11 بوده که 2 تا بهش اضافه شده میشه 13. توکلی یه سوال، من اگر بخوام جمله 596 رو حساب کنم چی؟ قطعا نیاز به 595 داریم بچه. نمیشه. توی بازگشتی اسمش روشه، باز میگردد نگاه میکند، بعدی رو مینویسد. اصلا ارتباط بین جمله های متوالیه. دیگه نمیتونی همچین کاری انجام بدی که بگی آقا من جمله 596 رو میخوام حساب کنم. نمیشه. اینجا داستان جمله عمومی به دست میاد و ما میتونیم با جمله عمومی، یعنی فرمول ماست، هر جمله‌ای که عشقمون کشید رو به دست بیاریم. فقط یه چیزی، اینی که اینجاست رو نگاه کن، میگه جمله انوم شما هر کدوم رو بخوای به دست بیاری برو قبلی رو ببین، انمن های یعنی قبلیش یه دونه قبلی، بعد به اضافه دوش کن. همین کاری که ما اینجا انجام دادیم. ببین جمله پنجم رو میخواستم بنویسم، قبلیه رو نوشتم به اضافه دوش کردم. جمله ششم رو میخواستم بنویسم، قبلیش که جمله 5 بود نوشتم به اضافه دوش کردم. پس این فرمول از این رابطه داره به هم دستور میده، میگه هر جمله ای را میخواهی بنویسی برابر است با قبلیه رو برو پیدا بکن به اضافه دوش کن. ولی بچه ها حواستون باشه نیاز به یه جمله اولی من حتما دارم. بالاخره مگه من نمیخوام جمله 2 رو بنویسم؟ اگه میخوام جمله 2 رو بنویسم یه چیزی باید قبل داشته باشم که بعدی رو بنویسم دیگه. نه بازگشتی یعنی همین، یعنی یه جمله رو باید داشته باشی و اون رو سوال بهت میده. جمله اول رو باید تعریف کنم. اما بچهای من بیاین همون دنباله رو مثال بزنم. ببین من میتونم یه جوری بنویسم جمله عمومی به دست بیاد. ببین جمله عمومی ما مثال تا دلت بخواد داریم، ما نگران نشی، یا اصلا بحث خیلی کلیه، جلوتر داریم. فعلا فقط میخوایم آشنا بشیم. ببین همون دنباله رو دارم. ببین 2 تا اضافه شده، 2 تا اضافه شده، 2 تا اضافه شده. وقتی یک عدد ثابت بهش اضافه میشه من میگم 2n. من میگم 2n یعنی 2 تا اضافه شده 2 رو ضرب در n میکنم به علاوه یه چیزی که من نمیدونم. این جمله آیه میگه فرمول کلیت آیه n ها. خب بچه جمله اولمون چنده؟ 3 هست، درسته؟ من اگر n رو 1 بدم، میشه 2 1 2 به علاوه چند تا میشه 3 تا 1. پس این به علاوه یه چیزی نبوده و 1 بوده. پس فرمول من همینجوری به دست بیاد. پس اون عددی که هر بار ثابت اضافه میشه ضرب در n به علاوه یه چیزی که باید چیکار کنی؟ یک جمله دلخواه رو امتحان بکنی به علاوه یه چیزی رو پیدا کنی. اینا چی بود؟ همون قدر نسبتی بود که همون عددی که اضافه میشه بهش هر بار همون رو در n ضرب میکنم. اما اگه دقت کنی بچه توی جمله عمومی من دیگه آیه n منها یکی، آیه n به علاوه یکی ندارم و من فقط آیه n دارم و یه فرمول به جای n هر جمله‌ای دلت میخواد بذار. مثلا 596 بذار، به راحتی میتونی حسابش کنی، فقط جاگذاریه دیگه. ما گرفتیم توی جمله عمومی ما هر عددی دلمون بخواد رو مینویسیم، هر عددی دلمون بخواد رو به دست میاریم، اما توی بازگشتی مجبوریم یه دونه بریم جلو. و بازگشتی یعنی اینکه همون آیه n ارتباط داره با آیه n منها یکش، یا آیه n به علاوه یک ارتباط داره با قبلیش آیه n. اختلافشون یه دونه است دیگه، ارتباط بین دو جمله متوالیه. برو بریم نگاه کنیم رو. من میگم که این مثال 7 10 13 و الی آخر. بچه چند تا اضافه شده؟ باریکلا. چند تا اضافه شده؟ 3 تا اضافه شده. و توکلی میتونم بگم 3 تایی که اضافه شده 3 تا n به علاوه یه چیزیه. توکلی من نمیدونم یه چیزی چیه. من میگم چی؟ من میگم جمله اول من مگه یک نشده؟ باریکلا. پس این رو من اگر یک قرار بدهم 3 1 3 چند تا میخواد؟ آفرین 4 تا میخواد. یعنی فرمول من میشود 3n به علاوه 4. دمت کرد. آشنا شدیم جمله عمومی چیه و بازگشتی ما چیه. در ادامه هم معروفات رو بررسی خواهیم کرد. فعلا اصلا بحثشو باز نمی کنم برات. این نقشه راهمونه که چه چیزهای قراره درس بدیم به شما. اما قبل از شروع یه سری سوال ها رو از مثال بازگشتی ببینیم. بچه کنکور 95 خارج همون سال میگه در یه دنباله عدد جمله اول T1. خب بچه ها بگه A1 بگه T1 بگه C1 هیچ فرقی نداره، همه اینها
نمادهای جمله، اسمهای جمله های عمومیه، فرقی نداره با تی نشون بده با آ نشون بده، هیچ فرقی نداره. میگه برای n های بزرگتر مساوی 2 من دارم تی n من، یعنی هر جمله من مساوی است با 2 برابر قبلیش منهای 2. نگاه نکنی یا سعی کنی خودت بنویسی، نشد بعد فیلمو نگاه کن. خب دمت گرم. جمله هشتم منهای جمله هفتم میخواد، پس بازگشتی دیگه. بریم بچه. من جمله اول رو دارم تی که من 3، من تی 2 رو بخوام بنویسم دستور چی میگفت؟ میگفت 2 برابر قبلی، یعنی قبلش آ1 که 3 هستن منهای 2 میشه چند تا؟ میشه 4 تا. حالا من اگر بخوام تی 3 رو به دست بیارم، تو یاد گرفتی 2 برابر جمله دوم قبلی، جمله دومم 4 بود منهای 2 تا که میشه 6 تا. دوباره جمله چهارم میگه چی؟ 2 برابر جمله قبلی منهای 2 تا که میشه 10 تا. دوباره جمله پنجم رو بخوام بنویسم میگم چی؟ 2 برابر قبلیش منهای 2 تا که میشه 18 تا. ببین یاد گرفتیم. هر جمله رو میخوای بنویسی 2 برابر قبلی منهای 1. بریم ادامهشو. جمله ششم بخوام بنویسم پس باید بگم 2 برابر جمله پنجم منهای 2. و جمله پنجم هم که تو داری دیگه 18 تا میشه 36 تا منهای 2 هم 34 تا. جمله هفتم رو بخوای بنویسی میگی چی؟ میگی 2 برابر قبلیش منهای 2 که میشه 68 تا منهای 2 هم 66 تا. جمله هشتم هم بخوام بنویسم عین همینا 2 برابر قبلیش منهای 2 تا که میشه 120. اینم 12 132 منهای 2 هم میشه 130 تا. حالا سوال چی گفته؟ میگه جمله هشتم منهای جمله هفتم. بچه‌ها جمله هشتم چقدر شد؟ 130 تا شد. جمله هفتم چقدر شد؟ جمله هفتم 66 تا شد. خب من اگر از 130 من 66 تا بردارم چقدر میمونه؟ 64 تا میمونه. حل گزینه 4 میشه جواب ما برای همین سوال. دمت گرم. خیلی خوب خیلی خوب. یه ذره آتیش سوال رو بیشترش کنیم، یه ذره سوال رو قشنگترش کنیم، جذابترش کنیم، ببینیم سوال چی میگه در مورد همین بازگشته با پارامترهای بیشتر. کنکور 1400 رشته ریاضی فیزیک. حالا که یاد گرفتی ارتباط بین هر دو جمله متوالی رو برای دنبالهای بازگشتی، حالا زاویه قشنگ‌تر حل کنیم. برو بریم. میگه فرض کن جمله صدم این دنباله بازگشتی. صبر کن، اگه دانش آموز منی ادامهشو نباید بخونی یا باید قدم به قدم هرچی میفهمیم رو منتقل کنیم. وقتی میگه جمله صدم، پس اینجا من ان رو چند بذارم که جمله صدم حاصل شود؟ آباریکلا، من باید 99 بذارم که با 1 بشه 100 تا دیگه، نه؟ پس میشه جمله صدم من مساوی 1 به روی جمله چند گذاشته بودیم؟ آفرین 99 به علاوه 1. این عملا داره میگه هر جمله رو میخوای بنویسی توکلی جمله قبلیه رو معکوس بکن به علاوه 1 کن. همین دستوری که داره میده همینه دیگه. میگه با شرط آ1 مساوی، قطعا ما که لازم نداریم یه دونه بریم جلو، نه پوست ما کنده میشه تا 100 تا بخوایم بریم. پس قطعا یه داستان دیگه اینجا خوابیده. میگه که جمله صدمش با این شرط اینه. ببین پارامتر داده ها، حرف داده، حرف انگلیسی، میخواد اعصاب ما رو خورد بکنه، میخواد ما رو گیج بکنه. طراح تا وقتی دیدی از این مدل ها رفت، یعنی میخواد ما رو اذیت بکنه. ببین یه ایده کلی، مگه نمیگه کا و ام، مگه نمیگه به ازای هر کا و امی این عبارت درسته؟ یعنی همیشه همینه دیگه. یعنی خبر نداره، کار رو واسه ما آسون ترم میکنه. تازه تو اجازه داری کا و ام رو هر چی دلت میخواد بدی. میدونی چرا؟ چون کا و ام هر چی باشه باز همون جواب رو باید بده بهت. یکی از اینا باید باش مساوی بشه و جوابی که میخواد. نگاه، وقتی پارامتر میده میگه که یعنی شما اجازه داری هر چیزی به جای اینها بذاری. قطعا تو نمیاد 292 ممیز 2 دهم و رادیکال 3 منهای 1 بذاری، یا عدد آسون تر بذار دیگه. ترجیح من اینه 1 و 1 نذاری. میدونی چرا؟ چون 2 تا مجهول مختلفه، 2 تا عدد متفاوت تر بذاری خیلی بهتره. نمیگم غلطه،
درسته اگر گزینه‌ها مثل هم شدن ولی باید عدد تغییر بکنه. توکلی پس بیام مثلا این رو بدم 1 باشه، این رو بدم 2 باشه. مهم اینه گزینه‌های ما مثل هم نباشن و درستش این اول گزینه رو چک کنیم، ولی نه تهش بررسی می‌کنیم. می‌خوایم حلش رو یاد بگیریم، این عدد گذاری رو درست حسابی انجام بدیم. ببین چیزی که میگه جمله صدم ایشون حالا شد چند؟ آواری کلا 1/2. یعنی من میتونم اینو خط بزنم بگم آقای جمله صدم شما شدی 1/2. اشکال نداره؟ درسته دیگه. نه چیزی که نوشتم طبق همون رابطه. خودش گفته کائمم، منم کائم رو گرفتم 1 و 2. اجازه دارم وقتی پارامتری هر چی دلم میخواد بذارم، اینو من دارم بهت میگم و تمام، بدون غم و غصه. پارامتر مجهول دیدی با حرف استناد به حرف توکلی برو عدد بذار، تمام شد رفت. آباری کلا. من میگم 1 رو بیارم اینور میشه -1 با 1/2 میشه چند؟ -1/2. من یه -1/2 دارم، این ورم دارم 1 به روی آیه 99. حالا من دوتا رو معکوس میکنم میشه -2 آیه 99. ای بابا توکلی، من جمله 99 رو میخواستم چیکار کنم؟ -2 شده. بذار ادامه سوالو بخونیم. میگه که جمله 98 دنبال کدام است؟ ببین 100 رو داده، 98 رو میخواد، فاصله 99 داری بینشون، درسته؟ یعنی اون جمله 99 باید حساب بشه. ما رابطه بازگشتی رو یاد گرفتیم، ارتباط بین هر دو جمله متوالی، پس اون 99 لازم بود. خیلی خوب بچه، یه سوال، من اگر بخوام 99 رو بنویسم این رو چند باید بذارم اینجا؟ آفرین، این رو باید 98 بذارم دیگه. نه میشه 98 به علاوه 1 99 مساوی 1 به روی آیه n. آیه n من یعنی آیه 98 دیگه، درسته؟ 98 گذاشته بودم که به علاوه 1. بچه ها ایشون رو من به دست آوردم بر حسب پارامترهایی که انتخاب کردم -2. این بیاد اینور میشه چی؟ -3. 1 به روی آیه 98 من و حالا معکوسشون بکنم جمله 98 من میشود -1/3. تموم شد. خب توکلی حالا چی کار کنیم؟ تو جمله 98 رو نوشتی -1/3. گزینه ها تو نگاه کن. بچه ها مگه قرار نذاشتیم کا و ام رو عدد بدیم؟ حالا که 1 و 2 دادی اینا هم 1 و 2 بده. برو بریم بررسیش کنیم. من کا رو مگه 1 ندادم، من ام رو مگه 2 ندادم، ایشون میشه 4 تا، ایشون هم میشه 1. ببین 1 منهای 2 میشه -1، پایینم میشه 3. -1/3 به دست آوردم. نه صبر کن، به ام قول بده توی عدد گذاری بری تا تهشو بررسی کنی. ممکنه 2 تا گزینه مثل هم در بیاد. حله؟ برو بریم. من میگم که بعدی رو بررسی کنیم. راستی این 2 ام منهای کا، اینم کا منهای ام، اینو میبینی معکوس هم دیگه نیستن. پس اگر این -1/3 شده پس این میشه -3. قطعا غلطه دیگه. نه میتونی عدد گذاری بکنی ولی نگاه کنی معکوس هم دیگه، ازن برعکس شدن، لازم نیست بررسیش بکنم. اینا هم همینطور. ببین این معکوس اینه، یکیشو حساب کنیم اون یکی به دست میاد. ایشون 1 بودن، ایشون 4 بودن، ایشون 1 بودن، ایشون هم 2 بودن. 1 منهای 4 هم که میشه -3. پایینم من -1 دارم میشود 3. خب من که 3 به دست نیاوردم، -1/3 به دست آوردم، غلطه. اینم که معکوس اینه، اگر این 3 باشه این میشود آباری کلا 1/3. پس اینم که غلطه. تموم شد. گزینه 1 جواب ما به همین راحتی. قطعا میتونی پارامتری هم حل بکنی، حتما میشه، یه ذره بیشتر اذیت میکنه، فقط همین بحثش. حله؟